السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند، بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه دوست داشته تان رنگین کمان خیلی خوشنود و سرافرازند که نگاه های گرم شما و برنامه ما نگران است. امیدواریم لحظه هایی که همراه ما باشید هرگز بی ثمر نمی رود. امروز هم در جریان برنامه مان چند لوحه های جالب و ترانه دلارا جای دارد. اینک توجه نمایید. خنده بلبهای تو را، نازو اداهای تو را، یگان نگاه های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره. خنده بلبهای تو را، نازو اداهای تو را، یگان نگاه های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره. عاشق زار دستم، دل به قرار دستم، شب انتظار دستم، ای دل بر ما، ای دل بر ما. عاشق زار دستم، دل به قرار دستم، شب انتظار دستم، ای دل بر من، ای دل بر من، ای دل بر من، ای دل بر ما. خنده بلبهای تو را، نازو اداهای تو را، یگان نگاه های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره. خنده بلبهای تو را، نازو اداهای تو را، یگان نگاه های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره. بغیر از من یارد کیست، جز من وفا دارد کیست، دل بر و دل دارد کیست، ای دل بر من، ای دل بر من، ای دل بر من، ای دل بر من. خنده بلبهای تو را، نازو اداهای تو را، یگان نگاه های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره. خنده بلبهای تو را، نازو اداهای تو را، یگان نگاه های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره. در مملکت ما ازبکستان تعلیم به 7 زبان براه گذاشته شده است. در 250 مکتب‌های تعلیمی همگانی فرزندان ما با زبان تاجیکی تعلیم و تربیه می‌گیرد. برابر معلمان صاحب تجربه، جوانان با صداقت به نسل نورس تعلیم و تربیه می‌دهند تا که آنها صاحب علم و دانش و آینده نورافشان ما را باز هم رشد و نمو بخشد. این لحظه گزارش ما عاید تعلیم و تربیه در مکتب‌های ناحیه سوخ به شما پیشکش می‌گردد. اینک توجه نمایید. در ناحیه سوخ همگی 34 مؤسسه تعلیمی فعالیت می‌کند که از آنها 33 مکتب از جمله 5 مکتب تحصیلات عمومی دولتی، 1 مرکز کودکانی برکمال اولاد موجود است. شماری عمومی خوانندگان در سال تحصیلی 2022-2023 17973 نفر را تشکیل می دهد.
در 21 تای آنها 63.6% روند تعلیم در 2 بست تشکیل شده است. در دوام سال 2022 در ساختار تعلیمی ناحیه سوخت کارهای نظررس انجام داده شدند. از جمله در اساس برنامه دولتی سرمایه گذاری ساختمان مکتب نوی زمانوی با 30 جای در موضع آفتابرو به انجام رسیده و استفاده داده شد که آن به عوض 12 میلیارد سوم مبلغ بودجه دولتی بنیاد کرده شد. به مبلغ 4,680,000 سوم کارهای از نوسازی مکتب تحصیلات عمومی رقم 19 واقع در حدود محله طول الحال دوام کرده ایستاده است. در اساس برنامه دهه آباد تعمیر جاری بینای مکتب تحصیلات عمومی رقم 20 در حدود محله قلعچه انجام داده شد. در اساس برنامه دهه آباد ساختمان بینای علاوگی مکتب تحصیلات عمومی رقم 11 هم در حدود محله چشمه به مبلغ 488.5 میلیون سوم به اتمام رسانیده شد. در اساس برنامه مذکور تعمیر پوره بینای مکتب اقتدارناکی رقم 3 در محله قلعچه نیز به آخر رسید و برای کارهای تعمیری 1,506,000 سوم مصرف کرده شد. در اساس برنامه بودجه کشاد به مبلغ 384 میلیون سوم کارهای تعمیری جاری در بنای مکتب تحصیلات عمومی رقم 2 در محله ینگرق انجام داده شد. در اساس برنامه بودجه کشاد در حدود مکتب تحصیلات عمومی رقم 11 در حدود چشمه به مبلغ 377 میلیون سوم میدانچه زمانوی فوتبال برپا کرده شد. تشکیلات جمعیتی رشد اقتصاد و پست کردن سطح کم بضاعتی به نقشه گرفته است که 4 مؤسسه تعلیمی را از جمله مکتب‌های 9، 12، 17 27 را تعمیر نماید. اما نرسیدن صنفخانه‌ها در اکثریت مکتب‌های ناحیه سوخت به نظر می‌رسد و طبق معلومات تحلیلگران این مسئله به صفت تعلیم تأثیر منفی خود را می‌رساند. اما مسئله اساسی در ساختار تعلیم این صفتناکی آن را تامین نموده میباشد. به سبب پرزیدنت سال 2023 را سال اعتبار به انسان و تعلیم صفتناک اعلان نکرد. از روی معلومات‌های استاتستیکی از جهت صفت تعلیم ناحیه سوخت در صف پیش نبوده، در سال 2022 هم به این موفقیت نائل شده نتوانست. برای در سال 2023 از سبب از جانب پرزیدنت ریسپوبلیکا سال اعتبار به انسان و تعلیم صفتناک گفتن، بنابر همین البته در سوی تعلیم پیشروی شدنش لازم و شرط است. سال 2022 اگر یک نظر کنیم البته موفقیت ها بسیار، این موفقیت ها از اون خود ما لیکن تاکید کردن میارزه. مثلا از ناحیه ما در المپیاد زینه ولایت 45 نفر ختم کنندگان صنف 9 و 11 و 10 اشتراک کرده، از آنها 10 نفرشون جوهی فخرناک اشتراک کردن، یکم دوم سوم جای رو اشتراک کردن و در ریسپوبلیکا ما از جهت جوی غالبیت جوی یکم رو اشتراک میکنیم، لیکن در ولایت جوی دوم رو بعد از فرغانه شهر اشتراک کردیم و دومین زیاده از 15 نفر معلمان ایجادکار، نوآور و تشبثکار که در مؤسسه‌های تعلیمی کار میکنند، تجربه کار آنها در ریسپوبلیکا پنهان کرده شد. 15 نفر معلمان اقتدارناک در ولایت پنهان کرده شد، یا که خود همه خیلی عدد در ناحیه فعالیت کاری آنها، تجربه پیشقدم آنها پنهان گردانده از جانب دیگر معلمان آموخته می شود. از روی نشانداد امساله به دانشکده‌های عالی 210 نفر ختم کنندگان مکتب‌های تعلیم همگانی داخل شدند و با شرف طلبگی سزاوار گشتند و این فایز 23% فایز رو تشکیل می‌دهد که نسبت سال‌های پیشتر این یکچند فایز بالاتر رو نشان داد. بنابر همین وظیفه این اساسی ما در آینده همین صف طلبه‌های دانش آموزان زیاد کردن، آنها رو با مشغولات‌های علاوه‌ای جلب کردن، با محفل‌ها جلب کردن، با کورس‌های رپتیتوری جلب کردن اصلا مهم حساب کرده میشه.
سرور دولتمان مسئله کادرها را یکی از مسئله های مبرم رشد کشورمان نشان داده بود. کشورهای پیشرفته چگونه به سطح اقتصادی امروزه رسیدند؟ به واسطه دانش. از این رو ما پیش از همه کوشش میکنیم که معارف را بهتر سازیم. ما به سال 2023 سال اعتبار به انسان و تعلیم با صفت نام دادیم. اکنون به مکتب‌هایمان باید فضای کاملا نو و صفت وارد گردد، گفته بود رهبر دولت. در مملکت ما کورس برپا نمودن دولت اجتماعی پیش گرفته شده است. در سالهای آخر صدها مکتب‌های نو ساخته، جایهای علاوگی برای 500,000 خواننده و زیاده از 7,000 صنف‌های معاصر کامپیوتری بنیاد کرده شدند. در برابر وسیع کردن شرایط برای تغییر دادن مضمون و اصولهای تعلیم، تدبیرها اندیشیده می شوند. در مرحله اول کتاب‌های درسی صنف‌های ابتدایی نو کرده می شوند. سرور دولتمان تاکید نمود که این چاره‌بینی‌ها جزئی استراتژی عمومی تعلیمی مکتبی بوده. صفت ثمراناکی بیشتر از آموزگار وابسته است. در ناحیه سوخ در سال 2023 برای بلند برداشتن صفت تعلیم، شعبه تعلیم خلق ناحیه چی چاره و تدبیرهای مهم اندیشیده است؟ ما در سال 2023 همه خیلی ریجه کشیدیم که 186 نفر آموزگاران رو به دانشگاه‌های عالی جلب کردن، هیچ نباشد به شعبه غایبانه جلب کردن. آنها رو با همین امتحان‌ها تیار کردن، از وقت‌های خالگی استفاده برده آنها رو. و دومین در مؤسسه‌های تعلیمی 991 نفر آموزگاران هستند که آنها با طایفه متخصص بودند. در آینده همین صفحه طایفه ملکه طایفه دوم، یکم و اولو همه وقت بیشتر کردن نکنه. سال افزودنش لازم است. بنابراین همین دوم مسئله اساسی از همین عبارت. سوم در مؤسسه‌های تعلیمی من پرزیدنت ریسپوبلیکا ما تاکید کردن اویلا محله مسئولیتش رو زیاد کردن. به واسه هر یک پدر و مادر و هم محله به همون فرزندی که دارد البته اعتبار دادنش لازم است. با مکتب جلب کردنش نکور است. به واسه برای بلند برداشتن داموتی خوانندگان مکتب ها سهم خودش گذاشتنش نکور و این مسئولیت رو حس کردنش نکور. بغیر از این باز هم بعضی ادبیات ها و کتاب‌های درسی که چوب گشته با زمان تاجیکی چوب گشته ما امروز در مؤسسه‌های تعلیمی کار می‌فرماییم. دل می‌خواهد که دیگر معلمان صاحب استعداد هستند، معلمانی که حقیقتاً صاحب کسب خود میباشند، از اکسپرتیز گذرانده همونها رو یک بار دیگر دیده برآمدن و برای در مکتب‌ها همچون دستورالعمل استفاده بردن، آنها یک توصیه خودشون دادنشون لازم است. بغیر از این برای درست ترتیب دادن وقت خالگی خوانندگان در مؤسسه‌های تعلیمی نه فقط محفل‌های سپورتی بلکه محفل‌های من 5 تا تشبوس است، محفل‌های اینقدر فنی رواج دادن و صفی بچگانی که در این محفل‌ها اشتراک می‌کنند بیشتر لازم است که اگر بچه و هم درس خوند و هم بعد درس وقتی خالگی بعد محفل‌ها اشتراک کنند، البته روز از روز قطره دریا شود. میگویم که برای همین هر یک مشغولتن اگر که بچه اشتراک کنه البته و این اون چیز رو در ساحه معین گرفتنش ممکن، جمع کردنش ممکن دانش رو. برای در مکتب‌ها برای بلند برداشتن صفت تعلیم امروز همه خیلی جوانان هستند که اونها همچون متخصص جوان فعالیت میبرند و در مکتب‌ها برای ماندن مکتب استاد و شاگرد از همان تجربه‌های معلمان پرتجربه آنها در فعالیت خود استفاده برده، به دست آنها درآمدش رو بیشتر فعالیت رو آنها رو آموخته با خود در کاریش رو گرفتنش کار. باوری کامل دارم که در 2023 با ساحه تعلیم اعتبار باز هم دوچار می شود و این اساسی با معلمان شرایطی چنانه که پرزیدنت ما گفتن همه خیلی شرایطی آفریده می شود که تا این روز یگان معلم در تاریخ که در فعالیت کاریش ندیده است. ازبکستان مملکتی سه ملت می باشد. امروز زیاده از 140 ملت و قومیت در ازبکستان ما
همچون دوست و برادر فرزندان یک عائله برد و باش دارند. برای رشد و نمو فرهنگ، علم، زبان و صنعت آنها تمام شرایط‌ها مهیا شده است. اگر درباره دوستی خلقای تاجیک و ازبک سخن بگوییم، یگان عائله دریافت کردن مشکل است که در آن یا داماد یا که عروسش تاجیک و یا ازبک باشد. خلقای تاجیک و ازبک از قدیم الایام از یک دریا آب می نوشند، از یک بازار خریداری می کنند. حتی عرف و عادت، عنعنه ها، دسترخوان های ما، مهمان نوازی ما یک است. فضیلت خان قیوم و ساکن دهه لمبوری ناحیه سوخی ولایت فرغانه می باشد. با خوانندگان صنف‌های ابتدایی مکتب دهش درس می دهد. تقدیر او را از ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان به ناحیه سوخت ولایت فرغانه آورده است. از این 30 سال قبل این دختر ازبک که در جمهوری تاجیکستان به دنیا آمده است به خانواده تاجیک کلین شده است. ملت ما دیگه بودن که عرف عادت ما همش یک خیل. من 30 سال باز من خدا و شکر نقص زندگی کرسویم. شوهرم تاجیک، شوهرم هم مکتبنده، همین مکتبنده کار میکنیم هر دو همایم. 4 تا فرزندم و همه هاشون من اولی درگاه به در اومده خونده استادن. ازبک و تاجیک ازل دوست می باشند. واقعا فرق همه مردمان عالم آسان جز تاجیک و ازبک. گرچند زبان آنها دیگر است، اما عرف و عادت و قدرت‌هایمان یک است. از ازل این دو قوم معظم در اهلی و اتفاقی عمر بسر برده برای رشد و رونق کشورهای آسیای مرکزی سهم خویش را گذاشته آمدند. در ازبکستان نیز قسم زیادی اهالی را بد ازبکان تاجیکان تشکیل می‌دهند و آنها در پیشرفت ساحه‌های گوناگون سهمی برجسته می‌گذارند و در این سرزمین خیلی خوشبخت زندگی می‌کنند. زیرا در ازبکستان هر یک شهروند قطعی نظر از عرق و ملت و زبان و دین برابر حقوق بوده هر کسی خود را ازبکستانی می‌داند امکان دارد آزادانه زندگی، کار، تحصیل کند، عنعنه‌های ملی دینی خود را پاس دارد. من خدا و شکر شوکت مرزیویف پرزیدنت ما به سر قدرت آمدن موهای خدمت ما یا اینوبت بگرفته یک کم شده موها پاسپورت دادن شهروندی همینجا قرار شده موها. من بعدی همه کارو با برای غلط رفتم تاجیکستان با وای هایم آمدن. من از عملیات رهبه مونده شد حتی سوخبه آمدن مادرم پدرم هماشون. کی گفت که ما دو خلقی بیگانه داریم؟ کی گفت که ما تمام دیگریم؟ ما فرزند یک پدر یک مادر، در یک سفری بزرگ ما هم سفریم. به تعبیر راهبران ازبکستان و تاجیکستان نه برای فصل کردن خلقهای دنیا بلکه برای وصل کردن آنها به دنیا آمدند. با تشبث و ابتکارات سازنده آنها در مرز دل قوم‌های دو کشور همجاور نهال دوستی و قرابت و همبستگی ازلی و ابدی ریشه می‌دواند. نتیجه سیاستی خردمندانه و دوستخواهانه راهبر ازبکستان است که در ولایت فرغانه بنای نوی زمانوی مرکز ملی فرهنگی تاجیکان بنیاد کرده شد. امروز مناسبت با این بین ملت ها خیلی مناسبت دوستانه پیدا شده است. هیچ یک نارساگی، هیچ یک کمچیلی دیده نمیشد. هر دو ملت یک تن و یک جان با رسمیت های با هم نزدیک خود با هم دوست و اینا زندگی کرده آمدند. اعتبار نسبت به تاجیکان، ملت تاجیک خیلی زیاد است. من مکتب های تاجیکی موجود در ناحیه‌مان
زیاده از 30 مکتب های تاجیکی موجودند که امروز تمام با کتاب های درسی، ادبیات های درسی با زبان تاجیکی نشر شده تامین گشته ایستاده است. غیر از این برنامه های تاجیکی فعالیت خود را میبرند. عموما بین تاجیکان، ازبکان و دیگر ملت های همین دیار هیچ یگان کمبودی نیست. دائما رونق و رشدی نوکت زندگی کردن آمده ایستادند. ناحیه سوخ نیز یکی از گوشه های زیباترین و کهن‌ترین ازبکستان به شمار رفته در آغوش کوههای سر به فلک جایگیر شده است و مردمش با لفظ شیرینی تاجیکی گفتگو دارند. تعلیم در مکتب‌های ناحیه با زبان مادری آنها تاجیکی بوده. برای آنها از جانب حکومت کشور همه امکانات و شرایط فراهم آورده شده است. همدیاران عزیز و ارجمند، بینندگان عزیز، درباره دوستی خلقای تاجیک و ازبک همیشه ما حکایه ها میکنیم و نقل می نماییم. اصلا این دوستی آغاز دارد و انجام نمیپذیرد، زیرا یار و برادر از ازل ازبک و تاجیک، چون شاه بیت یک غزل ازبک و تاجیک. شیدای این رفاقتم جویم با آن قیاس، شیرین تر است از عسل ازبک و تاجیک. جاویدان باد دوستی خلقای تاجیک و ازبک. با همین برنامه این ساعته انجام میپذیرد. همیشه صحتمند و سربلند و خانه آباد باشد. خدا حافظ. قسمت ها راستم آرام یاری دم ساز توی تاری هم ساز منم هم دل خواستم آرام. ای یار دل آزار دلم زاری چمن زاری بزیبت میازار میازار مگذار دیگر بار شوم خست از دنیای فریبت. دل آزار دل آزار مست و مغرور مشم مهربان